توجیکستانی 55 سبقت سطحی بین المللی دارد. فوریه سال روان در گرندسلم باکو مدال برنجی گرفت. در چمپیونات آسیا در بانکوک هم همین نتیجه را مال خود کرد. در دوشنبه هم مای سال روان در گرندسلم مدال برنجی گرفت و ببینید که در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هم مدال برنجی رو با 4 مدال برنجی در سال 2025 مربوط به همان دستاورد سفیدپوش عزیز تاجیکستانی است. این چهره چی گویم؟ میگویند که این چهره در میان عامه جودوکاران چنین معرفی می شود: جزا دهنده جودوکاران ژاپنی. انا همین خیلی وصفش کنه مرزنده است، چون که دو چهره ماندگار و نمایان رو که یگان نفر گمان نداشت، ابوبکر شیروف دچار ناکامی کرد و این سر و صداها در سامانه های اجتماعی دنیا پهن گردید. ابوبکر وزاری را مال خود کرد و در مقابل اولین بسیار هم خوب هنرش نمایان است. در رده‌بندی بهترین ها هم پهلوان ما در مقام دهم است. خیلی نفوذ و موقع برجسته هم دارد. اولین در دوری اول آزاد بود. والتری اولین تنها در تالین در جام اروپا سال روان مدال برنجی گرفت. در چمپیونات اروپا، بعدا در گرندسلم اولانباتور و باز هم در مسابقات دیگری اروپایی هم در جام همین کشور برای مدال برنجی اولین تلاش کرد، اما جای افتخاری نصیبش نشد. مقام 5 را گرفت. در سال روان 1 مدال طلا از جام اروپا دارد و خلاص. ابوبکر میداند که در این سمت البته باز شتابکاری هم لازم نیست. یک وزری نتیجه خوب است. ابوبکر باید دوری بعدی رو فکرش رو کند که اونجا لی از کره جنوبی و نگوچف. یک لحظه دیگر وزری می شود. وزری وسط ایپون. دو وزری رو خیلی هم در 2 دقیقه و 24 ثانیه ابوبکر شیروف مال خود کرد و توانست که از این مرحله با آسانی گذرد و راهش رو به دوری 1/8 نهایی باز هم استوارتر سازد. بله، اکنون رقابت خیلی حساس در مقابل نگوچو در مقابل لی. حریف پهلوان ما بعد ختم همین سبقت آخرین دوری دویم وزن 73 کیلوگرم در زیر گروهی دی معین می شود. با 2 وزری افضلی پیش از مهلت پهلوان ما ظفر نگوچف. این چهره درد پای، میان، موشک و ریوماتیسم شما را ناراحت می کند. نایت تاکس شما را از درد موشک، استخوان و میان آزاد می کند. نایت تاکس درد شما را